شاهکار مهندسی ژاپن، هیولای جاده و گودزیلا، ماشینی که به خاطر سرعت و قدرتی که داره به قاتل سوپرکارها معروفه. خودرویی که در سال 2007 معرفی شد، نیسان جی تی آر R35. همه ما میدونیم که موتور 6 سیلندر توین توربوی این خودرو 565 اسب بخار قدرت و 630 نیوتن متر گشت‌آور رو تولید میکنه. ولی چیزی که شاید کمتر کسی شنیده باشه اینه که این هیولا یه گیربکس 6 سرعته 2 کلاچه داره که چیزی فراتر از یه گیربکس معمولیه. این گیربکس به همراه سیستم چهارچرخ متحرک و توزیع هوشمند گشت‌آور میتونه بسته به شرایط جاده قدرت رو بین چرخ‌ها تنظیم کنه، جوری که جی تی آر رو به یه سلاح واقعی تو جاده‌های بارونی تبدیل کرده. این سیستم پیشرفته به کمک سنسورهایی که داره در کسری از ثانیه تصمیم میگیره و عمل میکنه. به همین خاطره که جی تی آر R35 رو به یکی از هوشمندترین AWD های تاریخ تبدیل کرده. و در آخر این هیولای 1700 کیلویی 0 تا 2.7 ثانیه‌ای داره که میتونه تاپ اسپید 320 کیلومتر در ساعت رو لمس کنه.